حلاقی این خانواده ها زیباست که من یاد مرج البحرین یلتقیان افتادم که قرآن عطرت و هم التقا پیدا کرد در این خانواده فرخنده و در این شجره طیبه. هم آقای ملا حیدر ظهوری پور که ید طولایی در مداحی و حشر و نشر با ذاکران اهل بیت دارد، ما مفتخریم در خدمتشون هستیم. هم حسن آقای ظهوری پور قاری و حافظ محترم کل قرآن کریم. خانواده قرآنیه. من اجازه میخوام ابتداءً از خود آقای ملا حیدر شروع بکنم، یه سلام علیکی با دوستان بکنید، خودتون رو بهتر معرفی بکنید، بفرمایید چه جایی به دنیا آمد، در کجا به دنیا آمد، چه شهری و در چه سالی، اهل کجایید؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همشهریای عزیز و بزرگوار و حضار عزیز. حیدر ظهوری پور هستم. چرا بهتون خان میگن؟ ما بابلخان به دنیا آمدیم. یه منطقه در کربلا به نام بابلخان، عزیزانی که فارس زبان هستن، ایشون بچه اونجاست. رو همه حساب بهشون میگن حیدر خان، ملا حیدر خان. بله متولد 1968 میلادی هم. یعنی چند شمسی میشه؟ یعنی میشه 30 سالم. 30 سالتونه؟ بله، اگه شبها رو 54 سال میشه. ماشاءالله. 54 سال عمر شریف آقای ملا حیدره. حسن آقای ظهوری پور هم خودش معرفی کنید. سلام علیکم با حضار داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسن ظهوری پور هستم. من تا الان نمیدونستم ایشون محمد حسنه. فکر می‌کردم فقط حسن خالیه. حسن بنده صدا می‌زنم محمد حسن ظهوری پور. آقای میکروفون رو صدا بدید. بله. محمد حسن ظهوری. امشب هم یه مقداری کسالت سرماخوردگی دارم. درست شده. دوستان به بزرگی خودشون ببخشید. بزرگوار. حسن آقای ظهوری پور، شما با قرآن چجوری آشنا شدی؟ یعنی یادت میاد خودت که از چه زمانی پا به عرصه قرآن گذاشتی؟ خانواده قرآنی ها. بفرمایید. عرضم خدمت انور شما و دوستان عزیزی که در این مکان مقدس تشریف دارن. بنده از اونجایی که یادم هست ما یعنی چه در منزل چه در اصلا هر محیطی که حضور داشتیم قرآن یه تبلوری توش بود. یعنی یا توی ماشین یا توی محیط خونه یا زمانی که پیش پدر بزرگ عزیز بودیم. حسن خود میکروفون رو نزدیک‌تر کن، صدا ضعیف. یا چون مادر بنده هم حافظ هستن. مادر ایشون حافظ کل قرآنه. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. و به تبع از ایشون هم دیگه توی این مسیر قرار گرفتیم و الحمدلله این سعادتی بوده که نصیب ما شده که تونستیم توی این راه قرار بگیریم و تونستیم جزو خادمین قرآن بشیم. متولد چه سالی هستیم؟ بنده متولد 1376. چند 76؟ 16/10/1376. یادتون باشه سال 3-4 سال دیگه محرم زون تو البته عربیش به نقل میگن که با مصادف بوده با روز ولادت امام حسن مشتبه. پس یه جشن تا چند روز دیگه. ماه مبارک. نهم همه امروزه. بله. نهم همه، پس امروز تولد